مرکز تحقیق و آموزش اداره ملی احصایه و معلومات در سال 2018 در پوهنتون کابل تأسیس شد و هدف از تأسیس این مرکز عرضه خدمات آموزشی و تحقیقی بر محصلین، اساتید پوهنتون‌ها و به عین شکل ادارات دولتی و ادارات خود اداره ملی و کارمندان خود اداره ملی احصایه و معلومات. این مرکز در جریان سال چندین برنامه آموزشی را برگزار کرده، از قبیل برنامه آموزشی در بخش احصایه‌های جنتر برای کارمندان ادارات دولتی که به کمک وزارت مالیه سپورت مالی میشد و به این شکل 2-3 برنامه را برای محصلین پنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل و فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل برگزار کردیم. فعلا هم ما چندین برنامه آموزشی داریم که یکی از برنامه‌های آموزشی ما اکونومتریکس است یا مدل سازی اقتصادی یا احصایوی که اشتراک کنندگانشان اساتید پوهنتون‌های ولایات و محصلین ماستری و محصلین فاکولته اقتصاد میباشند. مرکز تحقیق و آموزش در پهلوی برگزاری برنامه‌های آموزشی برای سال آینده پلان دارد تا با جذب حداقل 100 نفر محصل از فاکولته اقتصاد، کامپیوتر ساینس و پلی تکنیک به این محصلین، به این گروه از محصلین یک دوره انترشیف بسیار جامع و کامل برگزار کنند. این مرکز آموزش تحقیق در صددی است که با استفاده از دیتای موجود و عملی کشور به تحلیل ارقام، مدل سازی و روش‌های تحقیقی را برشان یاد بدن تا اینها آماده شوند به شکل بسیار ساده و مؤثر در خود اداره ملی احصایه و معلومات و در سایر ادارات دولتی و یا سکتور خصوصی جذب شوند. در پوهنتون کابل که بزرگترین کانون علمی کشور است و وجود همچون از نهادهایی که بتوانند در قسمت تحقیقات علمی، بتوانند در قسمت ارائه ارقام و تولید و عرضه ارقام کمک کنه بسیار مهم و حیاتی است. بدون شک اعداد و ارقام به عنوان زبان تحقیق یا به عنوان مبنای اساسی یک تحقیق شمرده میشه. تحصیلات خود وقتی که دوره لیسانس و یا دوره ماستری را به پایان میرسانه، ناگزیر است که باید یک پایان نامه بنویسه، یک مونوگراف بنویسه و این مونوگراف در واقع اون سند تحقیقی است که یک محصل باید با روش‌های تحقیق، با متدولوژی تحقیق و اینکه چه قسم البته ارقام تحلیل میشه، پروسس میشه، باید معلومات کافی داشته باشه. به خاطر کورس اسپیسیس که از طرف اداره ملی احصایه برگزار شده اینجا درس میخوانم. این یک پروگرام بسیار مفید است به خاطر که ما صنف 4 هستیم و بخش ما هم احصایه است و به خاطر تحقیق و مونوگرافی که ما باید نوشته کنیم یا تحقیقی که باید انجام بدیم، این یک پروگرام لازمی است که ما باید این را یاد داشته باشیم. ریاست تحقیق و آموزش یکی از بخش‌های محوری اصلیش است که محصلین و دیگر کارمندایی که نیازمند اساسیشان در بخش‌های احصایه و تحقیق هستند و را آموزش بدهند. به این لحاظ یکی از بنا به درخواست خود مسئولین پنزه اقتصاد صنف نرم افزار احصایوی SPSS دایر گردید و این به مدت 15 جلسه 1.5 ساعته ادامه می داشته باشه که در حدود تا از ابتدا تا به انتهایش که ارائه پرزنتیشنشان هستند حدوداً 25 روز و یا الا 1 ماه ادامه می داشته باشه. SPSS سافټویر چې موږ یو د مسلکی مسلک لپاره ډېر مهم دی چې موږ د خپل تحقیقاتو او خپل مسلک کې ډېر استفاده نه کوو او په موږ دغه څلورم صنف کې یو اساسي مضمون دی نو موږ ته د احصایې د ملي ادارې څخه په لاره اچول شوی دی چې موږ فعلا دلته راځو د 15 جلسو لپاره چې و نیم میاشت په وخت ونیسي دلته درس بده. پروگرامی که بر ما برگزار شده از طرف اداره ملی احصایه است که برای مدت 1.5 ماه که 15 جلسه میشه بر ما برگزار شده و پیشنهاد خود ما بود و ما هم خیلی اظهار سپاس و همچنان امتنان میکنیم از طرف اداره ملی احصایه که بر ما این چنین پروگرام برگزار ساختن و همچنانی که خود سافتویر احصایوی اسپیسیس را که بر ما تدریس میشه
نه تنهایی که در بخش مونوگراف بر ما کارایی داره و همچنان در بخش ساخت تحقیق ما، بلکه بعد از فراغت ما در محیط کاری ما میتونیم که از این سافت‌ویر استفاده کنیم و همچنان توسط از این ارقام و دیتاهای در امورات مختلف توسط از این سافت‌ویر میتونیم که تجزیه و تحلیل بکنیم.